در کتاب بهارالانوار یک باب کاملی رو زده. شاید بشه گفت که یعنی بزرگترین باب هست در این جلد، باب کفر و نفاق ابوبکر و عمر و عثمان. درست. دوستان عزیز این طرح جلدش هست. این صفحه بعدیش جزء به اصطلاح جلد 29 این کتاب، چاپ سال 2008 میلادی 1429. و در کدوم کشور چاپ شده؟ در بیروت لبنان. در بیروت لبنان. اوکی. الامیر للطباعه و نشر. در اینجا در صفحه 51 این کتاب الفتن و المحن، صفحه 51 بابی رو زده. در اینجا باب چی؟ باب 20 3 نقطه و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و فضل تبری منهم. 3 نقطه. اگر شما باز لطف کنید، من همینو باز از شاید چاپ های قبلیش باشه پیش من هست، اگر از آن لطف کنن، اینم بهارالانوار دارالرضا اینو چاپ کرده. دقیقاً در این چاپی که پیش من هست جلد 30 هست، دقیقاً همون صفحه کفر و ثلاثه کفر، جای اون 3 نقطه کفر اومده. بله. مهرم که اینجا هست، مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی است، مهر که اینجا دیده میشه رو هر صفحه زده. بله. من از اینترنت گرفتم. کفر الثلاثه و نفاقهم و فضائح اعمالهم و قباح آثارهم و فضل التبری منهم و لعنهم. دقیقاً همون کفر و نفاق رفته نقطه چین کرده، کسی ندونه جز خودشون بدونه. و هنوز می‌خواستن در رابطه با این یک مطلب نشون بدم. من چاپ ایران جدیدشون بازم بهار نشون میدم که تحریف شده. از اگر لطف کنن در بهارالانوار این چاپ جدیدشه، حالا سال 88 فکر کنم دقیقاً همینجا باب 20 آورده، اما هیچ عنوانی براش ذکر نکرده که این باب 20 منظورش چیه. در صورتی که در اینجا باب 20 کفر ثلاثه، نفاق ثلاثه، خالی همون آورده. بله. در این صفحه 252 در اینجا روایت را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میارن که در اینجا پیامبر بر قبر یکی از به اصطلاح منافقین ایستاد و عمر ایشون رو به اصطلاح منع کرد از این کار. بعد ایشون فرمودن که وای بر تو میدونی که من چی گفتم؟ من گفتم که خدایا قبر این رو پر از آتش بگردان و درون این رو پر از آتش بگردان و آتش رو بر او برسان. ببینید، یعنی حتی اگر اینها اومدن و با مسلمان ها نماز جنازه هم خوندن، نماز جنازهشون به این شکل خواهد نوشته فحش و ناسزا و لعنه. نمیان اونجا بر میت مسلمان ها طلب مغفرت بکنن، میان که اونجا چیکار بکنن؟ برای طلب عذاب بکنن. در صفحه 252 در اینجا هم همین مطلب در مورد صحابه ذکر شده. اینایی که من خط کشیدم همه اینها میگه که روزی که چهره های اینها در آتش دوزخ انداخته میشه، فإنها کنایة عن الذين غصبوا آل محمد حقهم. ببینید اینا و کیا حق امیرالمومنین رو غصب کردن؟ ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه. در اینجا مثلا در این و حمل الانسان انه کان ظلوما جهولا هو ابوبکر، این آیه میگه در مورد ابوبکر نازل شده. و این آیه به اصطلاح قرآن کریم رو گفتن در مورد عمر و عثمان نازل شده. و در این مطلب این آیات رو میگن که در مورد کی نازل شده، یعنی فلانن و فلان. در اینجا وقتی در کتاب اینا فلان و فلان ذکر میشه یعنی ابوبکر و عمر. و این مطالب که در اینجا هم هست در روایت دهم، اینا همه در اثبات این است که بنی امیه و ابوبکر و عمر و عثمان و غیره همه اینا کافر هستن و مستحق آتش دوزخ می باشن. ببینید در این صفحه مثلا در صفحه 293 در دعا اینا همه گاهی اوقات اول و دوم و سوم ذکر میشه. در اینجا ببینید
در اینجا میگه که این کنایه های سگانه رو الاول ابی بکر درست و عمر و عثمان. در اینجا میگه که المراد بالکنیات ابا بکر و عمر و ابا عبیده و قالوا راجعا الى بنی امیه. گفتن مراد بعد میگه به بنی امیه. بله. در اینجا یعنی این اقرار از خودشون هست که این کنیه ها در مورد این اشخاص اومده. پس در دعایی که اینا لعن و نفرین میکنن اول و دوم و سوم میگن مراد کی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان و غیره. در صفحه 295 همون باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان که در کتاب بهار الانوارشون هست. در اینجا ببینید در روایت 139 این کتاب جدید هست، چاپ جدیدی که تحریف کردن. ان المراد بفلان نقطه چین ای الجن المذکور فی الآیه نقطه چین، در آخر والعکس بان یکون المراد بفلان نقطه چین. متوجه شدید؟ درست. بله همون نقطه چین است، دقیقاً مثل همون چیز. من وقتی که به نسخه اصلی این کتاب مراجعه بکنیم، همون نسخه‌ای که شما در اختیار دارید، صفحه 270 کتاب الفتن والمحن باب 20 ان المراد بفلان عمر ای الجن المذکور فی الآیه عمر. همین نقطه چینا رو چیکار کردن؟ در چاپ جدید حذف کردن. و علی الاخیر یحتمل العکس بان یکون المراد بفلان کی؟ ابا بکر. در اونجا چی بود؟ نقطه چین بود. بله. ببینید این شیطانی که در این آیات ذکر شده مراد کی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه. روایاتی رو میاره بعد از 173 تا روایت میارم. در اینجا چی میگه؟ اقول. اینو مجلسی میگه. بعضی که روایات رو آورده حالا میاد میخواد یک جنبندی کلی بکنه در مورد این روایات. میگه اقول الاخبار الداله علی نقطه چین ابوبکر و عمر و اضرابهما و صواب نقطه چین و البراءة منهم و ما يتزمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد. میگه کفر ابوبکر و بدعت هایی که اینا آوردن و یعنی ثواب لعنشون و براءت از آنها بیشتر از آن است که در یک جلد ما ذکر بکنیم، بلکه او فی مجلدات شتا، یا در چندین جلد این مطالب ذکر بشه. هنوزم کمه. شما مدرک الان نشون دادین دوستان، همین مدرک من غیر تعریفشون نشون میدن. اگر ازن لطف کنن دقیقاً در چاپی که پیش من بود نشون بدن این جلد کتابه و اینم همون این زیارت بالا هست که اللهم خص اول انت الی آخر. پایین میاد که و زیارات مشحونة بامثال ذلك اقول الاخبار الداله على کفر ابی بکر و عمر و اضرابهما و ثواب لعنهم و البراءة منهم. بله دوستان این سفر هم نشون بدن و اون سفر هم نشون بدن. ببینید دقیقاً در چاپ جدید اینجا نقطه چین گذاشتن و در چاپ قدیم ابوبکر و عمر ذکر. و عجیبه که جناب صادق چاپ جدیدی که گفتم سال 88 چاپ شده داخل اون فلان و فلان آورده به جای. اگر اون هم لطف کنن عزیزان دقیقاً بیان اینجاست. اقول الاخبار الداله علی کفر فلان و فلان. در چاپی که پیش شما بود فلان و فلان اسمشون هست اما کفر نیست، اما اینجا کفر هست و فلان و فلان. در چاپ اصلی قدیمی کلا واضح است که تعریف نشده و چی هست.